به افغانی ها میگم برگردین کشور خودتون. شما به عنوان افغانی نظرتون چیه؟ میروم، ولی درختان سبز و بلند کرج، جاده های پاکیزه تهران، خانه های مجلل بالا شهر، نانهای گرمی نانوایی، کفش های راحت و چرمی، پتلون های رنگارنگ و زیبا، همه و همه رنج مرا، یاد مرا، نشان انگشتان مرا، عرق و سرش گرفته از چشمان مرا با خود به یادگار خواهند داشت. میروم، ولی حاصل دستهای این کارگر افغان تا ابد در رگ و پوست کشور جاویدان خواهد ماند. میروم، چی میدانی؟ شاید روزی تو به دروازه شهر من محتاج گردی. آنگه من به تو درس مهربانی را خواهم آموخت. آنگه تو دردی در بدری مرا خواهی چشید. آنگه شاید یک بار برای یک لحظه کوتاه‌تر از یک نفس کشیدن با پشیمانی سرت را در مقابل عدالت وجدانت خم کنی. فقط همون دقیقه قیمت 10 سال رنج مرا با آسانی خواهی پرداخت.